درود میفرستم به استاد دانا. یه سوال داشتم که چرا شما دشمنی عجیبی با اپوزیسیون داری؟ من کلا دشمنی با هر کسی که ضد ایرانیه دارم. این چیزیه که بعد از این سالها دیگه بعد همتون فهمیده باشید دیگه. چرا انقدر باشون لج کردی؟ یعنی اینجا به هیچ عنوان ما تو حوزه لج و لجبازی نیستیم. پوزش میخوام صدام یه دقیقه گرفت. ببین شما حتی خود رضا پهلوی که من خیلی درگیرم، در نوروز امسال یه بیانیه خوبی ازشون بیرون اومد و من اون بیانیه رو دفاع کردم. آها، فکر کنم فهمیدم. پس داری میگی نوروز هر سال هر شخصی حرفی بزنه تو ازش دفاع میکنی به خاطر اینکه توی نوروز اون حرفو زده؟ لازم بشه از اشخاص معذرت خواهی میکنیم، لازم بشه حمله میکنیم. ما به موضع اشخاص کار داریم. این خیلی نکته‌ای که جا نمیفته دیگه. یعنی ما یه عقب افتادگی عجیب سیاسی داریم تو روابط که حرف من نمیدونم چرا خیلی ها فهمیدن من چی میگم، ولی در یک بطن جدی جامعه این حرف من فهمیده نمیشه. من با اشخاص کاری ندارم. فکر کنم منم یکی از اونام که متوجه نمیشه. لطفا بیشتر توضیح بده. ببین یه عدم آگاهی وجود داره. ببین مثلا دیروز کلاپاس یه آقای اومد بالا، من یه دقیقه بیوشو نگاه کردم دیدم بابا این اصلا تجزیه طلب برنداره. ارو تجربه، یعنی فقط کردی هم نوشته بود اینا. ارو تجربه رفتم گفتم آقا دمتون گرم، من فقط سوال دارم، نظرت در مورد کوروش بزرگ چیست؟ دعوا شروع شد دیگه. من اگر جات بودم باهاش دعوا نمی‌کردم. چطور میتونی با یه بیویی که طرف گوشه روی پروفایلش متوجه بشی طرف مقابل چطور آدمیه و تا بخوای باهاش دعوا هم بکنی؟ این که داره با تو الان در سال 2023 کل میکنه. من 2014 در موردش کتاب نوشتم. چی میگی؟ کتابش هم الان همینجاست. چی میگی؟ کتاب ما اینا رو رفتیم ریشه یابی کردیم. اینه کتابش اینه. تمام این جریانات ما ریشه یابی کردیم. قربونتون برم. حالا میگم ما متاسفانه یه مشکلی که داریم از تجربه کسایی که پیشرو هستن استفاده نمی‌کنیم. اصلا نمیفهمم راستش. پذیرش ملیت‌ها در کشور ایرادی نداره که. میگه پذیرش ملیت‌ها و قومیت‌ها. ما در ایران یک ملت داریم. ملت ایران. خب چی میشه اگر بپذیریم چند ملیت در ایران حضور داره؟ این همین که ما قبول کنیم در ایران ملیت‌های مختلفی وجود داره، آغاز به رفتن به سمت فدرالیسمه. وقتی که بریم به فدرالیسم، آغاز تجزیه ایرانه. فدرالیسم برای ایران و جغرافیای کنونی کشور ما، در شبیه گربه یا شیر یا هرچیه، این یعنی تجزیه. من ساعت‌ها و سال‌ها در این موارد صحبت کردم. اگر اینطوری باشه همه که شدن بعد ما باید پشت کی وایسیم و از کی دفاع کنیم؟ در کنار این بدنه اپوزیسیون هم نمیتونیم خودمون رو تعریف کنیم. ما یک جریان مستقل، جریان سومی باید باشیم. چون نگاه کن ادبیات میگه آقا ما باید ملیت‌ها رو بپذیریم. عجیبه. خب من حرفت رو قبول ندارم. بلوچ، آذربایجانی، گیلکی، کردی، ترکی همه باید اقتصاد شخصی خودشون رو در ملیت‌های خودشون داشته باشن. هر کدومشون باید اقتصاد شخصی داشته باشن. تا زمانی که من ببخشید به شما اینجوری میخوام بگم دیوسایی به مانند شما وجود دارن با یک لحن خیلی آرام و اینا، با یک تایتل، ببین شما اگه یکی از این دوزاریای کلاب هاوس بودی قضیه فرق می‌کرد. تو این فضای کلاب هاوس اینا یه مش ببخشید گوسفند ریختن بالاخره با همدیگه میخوان میکروفون درمانی کنن. من نمیتونم بپذیرم اینقدر ببخشید در این سطح ناآگاهی. شما خائنی آقا. استاد دانا، یعنی شما میخوای بگی این همه قوم در ایران حق و آزادی این رو ندارن که اقتصاد جدا و زبان جدا برای خودشون در جغرافیای تعریف شده جدیدشون داشته باشن؟ چیزی که تو امروز داری میگی، بنده از سال 2014 روتون کار کردم، کتاب نوشتم و حرفایی که تو داری میزنی مشخصه به کجا میره. از ملیت گفتن ها برای تیره های مختلف ایرانی که همه اینا، اصلا ما در ایران نه قوم داریم نه تیره، همه ما یک ملت واحدی. تمام اینا چرت و پرته. میدونی چی چرت و پرته؟ اینکه یکی یه روز طرفدار جمهوری اسلامی باشه فردایش ضدش باشه، اینه که چرت و پرته. و اتفاقا کار درستی هم ما کردیم. حالا اگه کسی اینقدر بیشعوره نفهمید ما چرا رفتیم کنار نظام که این شانس امتحان کنیم آیا میشه جمهوری اسلامی رو اصلاح کرد یا نه، من مسئول نیستم در این سطح. من نباید جوابگو باشم که بین دو جریان خائن جمهوری اسلامی و اپوزیسیون ما قرار گرفتیم. اینو دیگه بقیه برن 2 تا 4 تا کنن. من گناهم چیه این وسط؟ راستش حرفای درستی رو داری میزنی، داری درست میگی استاد جان. شما من رو ملیگرا کردی. حالا به منم بگو تکلیف ما چیه؟ چی کار باید بکنیم؟ چی باید بشه؟ هر جا گفتن ملیت ها بزنید تو صورتشون. به قول داریوش و همایون، یک کشور، یک پرچم، یک ملت و لا غیر.
چشم، یک کشور، یک پرچم و یک ملت، ولا غیر. درست دارین میگین استاد جان. درود میفرستم بهتون و خدا نگهدار شما باشه. پاینده ایران. پاینده ایران و بدرود.